أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت. این آیه در تفسیر مفسران دو تفسیر متفاوت و مختلف دارد که خدمت شما عرض می کنم. اول اینکه این لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، این متعلق به آیه قبلی که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا من دونكم اولیاء لا تتخذوا الذين اتخذوا اون آیه‌ای که فرمود که کفار را اولیاء و دوست خودتون نگیرید، متعلق به اون آیه هست که اگر کفار شما را مجبور کردند، شما را وادار کردند لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اگر شما را مجبور و وادار کردند که شما العیاذ بالله کفر بگویید، شما طبق میل اونها باشید، می فرماید که لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. منظور از سوء اینجا کفر هست. کلمه سوء، کلمه بد، کلمه کفر هست که خداوند عزوجل دوست ندارد علنی کردن کسی بر زبان بیاورد. سوء را از قول الا من ظلم. الا من ظلم یعنی الا من اکره، کسی که مجبور بشه، اکراه بشه، او را وادار کنند که چنین بگو، اون انسان می تواند که بر زبان کفر بگوید، اما به شرط اینکه قلبش مطمئن بالایمان باشد، قلبش مطمئن بالایمان باشد. پس بر این اساس تفسیر این آیه الجهر بالسوء یعنی کلمه کفر را علنی کردن، منظور از جهر علنی کردن هست. الا من ظلم ای الا من اکره الا من اجبر، کسی که حالت اکراه بر او باشد. این تفسیر را تفسیر بحر المحیط نوشته علامه اندلسی. قال المنیر الا من اکره على ان یجهر بالسوء کفرا، مگر کسی که مجبور بشه، وادار بشه که ان یجهر بالسوء کفرا، کفر را علنی بکند، کفر را بگه و نحوه فذلك مباح، امثال این مباح است. والآیه فی الاکراه، پس این آیه درباره اکراه و اجبار است که کسی را میگیرند و مجبور میکنند کلمه شرکیه، کلمه کفریه بر زبان بیاورد. برای این انسان مباح است، جایز است. اما و قلبه مطمئن بالایمان، شرطش اینه که در دل ایمان باشد، در دل توحید باشد.
این یک تفسیر. اما یه تفسیر دیگه داره که متفاوت با این، خیلی فرق داره. اون این است که ببینید شما در پایان آیات گذشته خواندید که خداوند تعالی درباره نفاق و منافقین صحبت کرد، بعداً تشویق به توبه هم کرد. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله. کسانی که توبه میکنند، اصلاح میشند، در دین خودشون مخلص میشند، خب اونها را استثناء کرد. حال اگر یک منافقی، یک کافری، یک مشرکی که در زمان کفر هر چی کرده، هر عملی داشته، این میاد توبه میکنه، این انسان وقتی که توبه میکند آیا میشه اجازه هست که اون اعمالی که در حالت کفر داشته، در حالت نفاق داشته، اون اعمال را علنی بکنیم؟ خدای عزوجل می فرماید که جائز نیست. خدا دوست ندارد الجهر بالسوء. خوب دقت بفرمایید، خداوند دوست ندارد اون عیوبش را، اون اشکالاتی که در زمان کفر و نفاق داشته، اونها را شما علنی بکنید. ببینید یک کسی هست راهزنه، دزده، بلا تشبیه و بلا نسبت فساد میکنه، فساد اخلاقی داره، فحشا داره، شراب میخورد، دیگه مفاسدی داره. بعد از اینکه توبه میکند، بعد از اینکه رجوع میکند به سوی خدا، جایز نیست، درست نیست که اون چی که مربوط به قبل از توبه هست اونها را کسی علنی کند. دیگه اون پروندهش بسته شده، اون پرونده تمام شده. کسی ذکر کند که تو چنین بوده، کفر میکردی، فساد میکردی، اونها را علنی کردن، یا نفاق داشتی، چنین فساد داشتی، اینها را علنی کردن درست نیست. اصلا در دین مبین اسلام حتی کسی که توبه می کند و اگر توبهش پذیرفته بشه، همه گذشتهش بسته میشه، پروندهش مختومه میشه. درست نیست اون پرونده را باز کنن، درست نیست اون پرونده را بررسی بکنن چی کرده چی نکرده. حتی اگر کسی بخواد توبه بکنه، پیش بین او و بین خدا هر چی که میگذرد، لازم نیست که علنی بکنند که چی کرده، چه اعمالی انجام داده. بر اساس اون چی که در مسیحیت هست، یکی از علما و مفسرین نوشتند که یکی از شرایط کلیسای روم، کلیسای کاتولیک، این هست که هر کسی میخواست توبه بکنه باید هر چی جنایت کرده، هر چی گناه کرده، هر چی فساد کرده، اونها را به کسی که به اصطلاح پدر روحانی هست، کسی که کشیش هست، عالم مسیحی، باید همه را بگه که من چیکار کردم چیکار نکردم، تمام مفاسد خودش را یک به یک توضیح بده. اگر چیزی را مخفی کرد دیگه بخشیده نمیشه. علیاذ بالله جای فسادی کرده، جای دزدی کرده، جای فلان کرده، اگر پوشیده کرد، مخفی کرد، قابل بخشش نیست، باید همه را بگه. اما دین مبین اسلام اینطور نیست. الله عزوجل پروندهش را مختومه میکنه، دیگه لازم نیست که نه پیش عالمی اون ظاهر بشه، نه پیش مسلمانی ظاهر بشه، نه پیش کسی دیگه ظاهر بشه. اون پرونده دیگه باید بسته بشه، دیگه یادی ازش نشه. این ستاریت هست، این ستر عیب هست، پوشیدن عیب هست.
بنابراین پس بر اساس این گفته و این تفسیر این آیه این است که اگر کسی قبلا نفاق داشته، فساد داشته، الان علنی کردن فسادش درست نیست. خداوند دوست ندارد جهری بشه، علنی بشه، سوءش را، فسادش، کفرش. الا من ظلم، البته الا من ظلم اینجا به این معنی هست که کسی که مظلوم واقع شده. ببینید اگر هرچی که انسان قبل از توبه انجام داده و بعد از این که توبه می کند، بعد از این که توبه کرد، هرچی که حقوق الله هستن بخشیده میشه، اما حقوق العباد بخشیده نمیشه، اونها را باید جبران کرد. مثلا مال کسی را خورده، بالا کشیده و جنس کسی را دزدیده، خب این مظلوم میتونه بگه این از پیش من دزدیده، اون عیبش را علنی بکند، حقش را مطالبه بکند. پس الا من ظلم معنیش اینه که علنی کردن درست نیست مگر اونی که مربوط به حقوق العباد است، به یکی از بندگان خدا ظلم شده، او میتواند بگه که بر من چنین ستم کرد تا حقش را بستاند. پس الله میفرماید لا يحب الله الجهر بالسوء، پس متعلق به توبه هست. الا الذين تابوا، الله دوست ندارد سوء علنی بشه، عیب انسان و مشکلی که انسان دارد علنی بشه، من القول، از قول، از سخن. الا من ظلم، مگر کسی که بر او ظلم شده، او میتواند که حقش را دادخواهی بکند، حقش را عنوان کند. و کان الله سمیعا علیما، الله عزوجل سمیع هست، میشنود دعای مظلوم را، علیما از ظلم ظالم هم خبر دارد. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. بازم الله میگه وقتی که اون انسان توبه کرده، شما هم او را ببخشید، این بهتر است. کسی حقش را میخواد بگیره ولی بخشش بهتر است. ان تبدو خیرا، اگر شما خیری را ظاهر کنید، او تخفوه، یا مخفیش کنید، او تعفو عن سوء، یا سوئی را، بدی را شما عفو کنید، فإن الله کان عفوا قدیرا، بدون شک الله عفو هست، معاف کننده هست و قادر هست که حق شما را بده. ان الذين يكفرون بالله ورسله، این زجر بر اهل کتاب هست که اونها توبه نکردند، بین رسول خدا تفریق میکنند، به بعضی ایمان میآورند، بعضی را کفر میکنند. این شامل هم یهود میشه هم مسیحیان میشه. ان الذين يكفرون بالله ورسله، بدون شک کسانی که کفر کردن به خدا و رسول خدا، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، و میخواهند تفریق کنند، جدایی بیفکنند بین خدا و رسولش. چگونه جدایی؟ تفسیر تفریق. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگویم ما به بعضی ایمان داریم، بعضی دیگر را قبول نداریم، کفر میکنیم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، و میخواهند که بگیرن بین این راهی، یعنی بین کفر و ایمان. میشه که بعضی را انکار کرد، بعضی را قبول کرد، پس این بین کفر و ایمان میشه، نسبت به بعضی پیغمبران کفر و نسبت به بعضی ایمان. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الكافرون حقا، نتیجه تفریق در دنیا. الله می فرماید اینها کافرین به حق هستند وقتی که رسول خدا را قبول ندارند. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، این تخویف اخروی برای کفر است.
ما آماده کردیم برای کافران عذابی دردناک، عذابی دردناک برایشون آماده شده. اما بعد از تخویف تبشیر الله تعالی بیان می فرماید والذین آمنوا بالله و رسله، کسانی که ایمان دارن به خدا و رسول خدا، ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم وکان الله غفورا رحیما. آنانی که ایمان به خدا و رسول دارن مثل ما مسلمانان، ولم یفرقوا بین احد منهم، بین هیچ یک تفریق نمی کنند. یعنی مثل یهود نیستند که عیسی را قبول ندارند، مثل مسیحیان نیستند که محمد صلی الله علیه وسلم را قبول ندارند، بلکه همه را قبول دارند. هم ایمان به محمد دارند، هم ایمان به موسی و هم ایمان به عیسی. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، الله می فرماید این افراد ان قریب اجور و پاداششان داده میشه. و کان الله غفورا رحیما، خداوند نسبت به اینها بخشاینده هست، غفور هست و مهربان هست. یکی از شرائط ایمان و خواسته های اهل کتاب یهود این بود، به پیغمبر عظیم الشأن خدا می گفتن شما مثل تورات موسی کتابت را یک باره بیار، چرا کم کم نازل میکنی؟ خدای عزوجل در اینجا خواسته های یهود را و بعضی از شیطنت هایشون را بیان میفرماید. الله در جواب میگه که اینها عادتشون هست، همیشه خواسته مطرح میکنند. اینها از موسی خواسته بزرگتری خواستند. خب وقتی که کتاب را تورات را موسی علیه السلام آورد، اینا به اون اکتفا نکردن، گفتن کلام خدا را بشنویم. کلام خدا را که شنیدن باز هم گفتن باید خدا را ببینیم. لذا الله تعالی می فرماید که این بهانه هست، اینا نمیخواند ایمان بیاورند. این که میگن قرآن یک بار نازل بشه. یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، اهل کتاب از شما سوال میکنن، از شما میخوان که ان تنزل علیهم، این که نازل کنی بر آنها کتابا من السماء، کتابی از آسمان که یک بار نازل بشه. فقد سألوا موسی اکبر من ذلك، همانا اینها سوال کردند، خواستند از موسی خواسته بزرگتر از این. اون چی هست؟ فقالوا ارنا الله، این تفصیل است، تفصیل اون خواسته. فقالوا ارنا الله جهرا، ما رب نشان بده، خدا را به ما نشان بده، جهرتن یعنی علنی، با چشم ببینیم. وقتی که این خواسته و این بیادبی را مطرح کردن، فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، صاعقه از آسمان آمد و اونها را گرفت به سبب ظلمشان، به سبب ستمشان. بعد از اون هم خدای عزوجل اونها را معاف کرد. اما اینها چه دیگه جنایت کردن؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، این تعقیب ذکری هست، تعقیب از نظر ترتیب نیست. قبل از اون اینها گوساله را عبادت کردن، قبل از تورات. سپس آنها عجل را گرفتن، گوساله را گرفتن به عنوان اله. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات و دلائل پیششان آمد، اونجا هم ما بخشیدیم. فعفونا عن ذلك، ما عفو کردیم این گناه و جنایتشان را. و آتینا موسی سلطانا مبینا، و ما به موسی سلطان آشکار دادیم. سلطان آشکار یا اینکه دلائل و معجزات موسی علیه السلام است، یا اینکه رعب و غلبه‌ای که موسی بر اونها داشت، تسلطی که بر اونها داشت. ولی اینها به عناد خودشون مرتب ادامه میدادند. حال خدای تعالی بعضی دیگر از خباثت های اونها را بیان میفرماید. الله میفرماید و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، بعد از اینکه اون تورات آمد باز هم عمل نکردن، ما طور را بلند کردیم، بالای سرشون قرار دادیم. بمیثاقهم یعنی به دلیل
نقض میثاقشان، پیمان را شکستن، عمل نکردن. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. این عناد سومشان هست که تور را بلند کردیم. خب عناد اول همون بود که ارنا الله جهرت، اینجا چند عناد خدا یاد میکنه. عناد دوم همون بود که ثم اتخذوا العجل، گوساله پرستی. عناد سوم باز هم به تورات عمل نکردن، رفعنا فوقهم الطور. عناد چهارم وقتی که به آنان گفته شد که وارد خانه بشید، بیت المقدس، مسجد الاقصی، با سجده، اونها نکردن. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، به آنان گفتیم از در وارد بشید سجده کنان، ولی اونها برعکس کردن، سجده نکردن و اونجا تواضع از خود نشان ندادن. عناد پنجم و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت، ما به آنان گفتیم در روز شنبه تعدی نکنید، تجاوز نکنید، روز شنبه روز ممنوعی هست، ولی اونها رعایت نکردن. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، از آنان پیمان محکمی گرفتیم، پیمان محکم بر انجام همه امور، ولی همه جا اونها پیمان ما را شکستند. فبما نقضهم میثاقهم، از اینجا آغاز میشه بعضی از اسباب. ببینید بعضی از اسباب و علتهایی که یهود انجام دادن، مرتکب شدند، این باعث شد که یهود از کلی خیر محروم بماند. الله تعالی در اینجا اول اسباب را ذکر میکنه. فبما، با سببیه هست. فبما نقضهم میثاقهم، ببین اسباب: یک، نقضشان میثاق خودشان را، هر پیمانی که با خدا بستن نقض کردن. دو، و کفرهم به آیات الله، نسبت به آیات الهی آنها چی کردند؟ کفر کردند. سه، و قتلهم الانبیاء بغیر حق، سومی این بود که به ناحق انبیا را کشتند. قبلا هم خواندیم به غیر حق یعنی به گمان خودشون هم ناحق بود، خودشون هم میدونستند که داریم ناحق این کار را میکنیم. چار، و قولهم قلوبنا غلف، اونها میگفتن که دلهای ما در غلاف است. غلف جمع غلاف است به معنای پرده، یعنی پرده بر دلهای ما کشیده شده، دیگه جا ندارد، دلهای ما پر است. مطلب اینه. ابن عباس همین را فرموده، قلوبنا غلف یعنی اوعیت للعلم، ظرف هست برای علم، در دل ما علم هست، همه چیز هست. فنحن مستغنون عن غیره، ما از غیر آن چی هستیم؟ مستغنی هستیم. دیگه در دل ما پر از علم هست، پرده کشیده بر آن، غلاف هست. خب الان الله تعالی رد می فرماید که اینگونه نیست، دلشان پرده نداره. بل طبع الله علیها بکفرهم، به سبب این کفر، به سبب این خباثت ها خدا بر دلهایشون مهر زده، مهر جباریت. فلا یؤمنون الا قلیلا، آنان ایمان نمی آورند مگر اندک. خب ببین 4 تا از اسباب خواندیم و سبب پنجم و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، به سبب کفرشان چیه؟ و قولهم بنویسی واو تفسیریه، یعنی این قول یکی دیگه از کفرگویی هایشان پنجمی، این قول که بر مریم گفتن بهتان عظیم. مریم علیه السلام و رضی الله تعالی عنها را متهم به چی کردند؟ به بی‌عفتی کردند. گفت العیاذ بالله عیسی علیه السلام ولد حرام است. و دیگه اینا همه خباثت هایشان است. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، گفتن به صورت افتخار، می گفتن ما کشتیم مسیح را که عیسی ابن مریم که رسول خداست،
فرستاده خداست. اما الله میفرماید اینها اشتباه میگن و ما قتلوه و ما صلبوه، اینها عیسی را نکشتند و ما صلبوه، عیسی را به دار نزدند، ولکن شبه لهم، اما بر اینها مشتبه شد. امر بر اینها چی شد؟ مشتبه شد. چگونه امر بر اینها مشتبه شد؟ یک صورتش را قبلا خدمت شما عرض کردم. ببینید، اول اکثر مفسران اعتقاد دارند که مشتبه شد به این شکل که کسی دیگر را به جای عیسی به شکل عیسی بود، خدا به شکل عیسی قرار داد، او را اعدام کردند. جریان اینطور بود که وقتی که حکم دستگیری و اعدام عیسی علیه السلام صادر شد، یهود دوان آمدند که عیسی را دستگیر کنند. یهود عداوت عجیبی با عیسی داشتند. کسی که در رأس بود و از همه بیشتر بغض و عداوت با پیامبر و نبی خدا داشت، شخصی بود به نام تیتانوس. به نام تیتانوس، این با تا هست دستدار. این تیتانوس از همه جلوتر آمد. این افتخارش بود، تمنایش بود که هرچی زودتر عیسی را او به دستان خود ببرد. و انسان گاهی با کسی خیلی عداوت داشته باشه، میگه اون ریسمان را خودم به گلویش ببندم، به حلقش قرار بدم. لذا این همین آرزو را داشت. قبل از اینکه برسد، عیسی علیه السلام را الله رفع کرد. جبرئیل آمد از سقف بردش. این تیتانوس وقتی که وارد خانه شد، از همه جلوتر بود، میخواست که این افتخار مال او بشه. لذا دید که عیسی نیست، تعجب کرد کجاست؟ در همین وقت الله تعالی شکل این بدبخت را به شکل عیسی قرار داد. این داشت برمیگشت، بقیه ملت و گروه به دنبالش بودند، هجوم آوردند به خانه عیسی علیه السلام. اینو که دیدند دیگه به فکر تیتانوس خودشون نبودند، فکر کردند عیسی هست، فوراً دستگیرش کردند و بردنش به طرف میدان اعدام. هرچی که دست و پا زد کسی توجه نکرد. اونجا که بردند، ریسمان را به گردنش قرار دادند و اعدامش کردند. بعد از اینکه اعدام کردند، الان دیدند که این شکل عیسی است، اما پایین تیتانوس هست. هرچی برای تیتانوس تلاش کردند ندیدند. ولکن شبه لهم، امر بر اونها مشتبه شد. این هست. بعضی اینطور گفتند و بعضی دیگر که شیخ رحمه الله همین قول را ذکر می کند. علامه انور شاه کشمیری همین قول را در عقیدة الاسلام خودشون به نقل از علامه ابن حزم نوشته که در کتابش الملل و النحل ابن حزم نوشته. این قول قول دیگری هست. این قول اینه که علماء یهود خیلی با عیسی علیه السلام عداوت داشتند، بسیار دشمن بودند. لذا اونها وقتی که حکم دستگیری و اعدام عیسی را گرفتند و این را به عنوان یک مدال و یک افتخار می دانستند، دنبال عیسی رفتند. وقتی که عیسی را نیافتند پریشان شدند چه کار بکنند، جلوی ملت چه جوابی بدهند. جلوی ملت خودشون کم می آوردند. لذا اونها چیکار کردند؟ کسی دیگر را به جای عیسی گرفتند، به خاطر اینکه جلوی مردم رسوا نشند. کسی دیگر را به جای عیسی گرفتند، ظلماً فرد بیگناهی را بردند اعدام کردند، شبانه دفن کردند. گفتند که ما عیسی را اعدام کردیم. مردم ندونست چی شد، چرا اینطور مخفیانه، چرا اینطور زود دفنش کردند. مسیحیان هم ندونستند، چون مسیحیان دیگه بعد از اون وحی نیامد. مسیحیان هم ندونستند با عیسی چه شد. لذا بعضی گفتن که ولکن شبه لهم به این معناست. خیلی در دنیای ما هم اتفاق میفته. یک مجرمی هست که
این مجرم را میخوان بگیرن نمیتونن، آخر اعلام میکنن دستگیرش کردیم، کسی دیگر را به جایش اعدام میکنن. گاهی یه جایی مثلا قتلی انجام میگیرد، بمبگذاری انجام میگیرد، اصل اون جنایتکار دیگه خودش را نشون نمیده، فرار میکند. دولت ها به خاطر این که پیش ملت ها شرمنده نشوند چیکار میکنه؟ یک بیگناه دیگری را میگیرن، یا یک گناهکاری که تو زندان هست چند سال او را میآورن به عنوان مجرم اون جریان به دار میزنن که مردم بگن که بله مجرم دستگیر شد، در حالی که اصل این نبوده. پس بعضی میگن همین کار را علماء یهود کردند با بدیل عیسی، کسی که بجای عیسی بود. الله میفرماید و ان الذين اختلفوا فيه لفی شک من، همانا کسانی که اختلاف کردند در عیسی، درباره عیسی، لفی شک من، در شک هستند از عیسی، ما لهم به من علم، نیست برای آنها نسبت به عیسی هیچ علمی، الا اتباع الظن، مگر دنبال گمان هستند، احتمالات هستند. ببین یهود هم نمیدونه جریان چی شد، مسیحیان هم نمیدونن. مسیحیان چون که در کلام عیسی و در وحی بر عیسی آمده بود که عیسی به آسمان ها خواهد رفت، لذا مسیحیان فکر میکنن عیسی اعدام شد، چون که اونا دیدن که اعدام شد. بعدا فکر میکنن خدای تعالی بعد از اعدام زندهش کرد و به آسمان ها برد. لذا امروز هم مسیحیت همین اعتقاد را دارد. یهود هم نمیدونه که جریان چی بود، اما از آنجایی که قرآن کلام الهی هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از عیسی و موسی با آسمان مرتبط بود، اون چی که مسلمانان میدانند و میگویند حق است، وحی الهی هست. اون چیه؟ الله میفرماید و ما قتلوه یقینا، یقینا او را نکشتن، بل رفعه الله الیه، بلکه الله او را رفع کرد، بلند کرد به سوی خودش. ببین رفع روح مع الجسد، روح با جسد. خداوند عیسی را، این صریح ترین آیه هست که درباره رفتن عیسی به آسمان ها حکایت دارد. الله او را به سوی خودش برد. و کان الله عزیزا حکیما، خدای عزوجل عزیز هست، غالب هست و کارهایش با حکمت است. بس ببین عیسی رفت به آسمان و بالاخره عیسی بر میگردد. خداوند اینجا پیشگویی میفرماید و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، هیچ کسی از اهل کتاب نیست مگر ایمان میآورد به او قبل از موتش. ایمان به کی؟ قبل از موت کی؟ اینجا دو تفسیر است، عنایت داشته باشید. یکی اینکه لیؤمنن به یعنی به محمد یا به ما جاء به محمد یا به حقیت ما اتی به محمد صلی الله علیه وسلم. اون چی که رسول الله آورده یعنی اسلام، قرآن، عقیده اسلامی، به اون ایمان می آورد هر کتابی قبل موته، قبل از موتش، یعنی قبل از اینکه بمیرد ایمان می آورد. ولی خب ایمان فایده ندارد، چون قبل از مرگش این زمانی هست که کتابی مرگ را می بیند، فرشتگان را می بیند، دنیای واقعی را می بیند، الان باور می کند. پس ایمان به معنی باور کردن است. می دوند که اون چی که محمد صلی الله علیه وسلم می گفت حق است، اما این باور کردنش و این ایمانش فایده ای ندارد. بعضی اینجور تفسیر کردن، اما تفسیر معروف اینه که هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر ایمان می آورد به عیسی قبل موته، قبل از موت عیسی. عیسی هنوز موت نیامده بر او. عیسی که بیاید روی زمین به عیسی ایمان می آورد. مگر الان مسیحیان ایمان ندارند؟ یهودیان ایمان ندارند؟ نه خیر، این ایمان غلطی هست. یکی میگه ابن الله،
هو الله، مسیحیان میگن فرزند خدا، خود خدا. این ایمان هم ایمان غلطی هست. یهودیان که بلا نسبت به عیسی علیه السلام نسبت های ناروا میدن، اصلا پیغمبر خدا هم نمیدونند. اما وقتی که عیسی علیه السلام به عنوان یک عادل مقصد بر زمین بیاید در آخر الزمان، همه هدایت میشند. مسیحیان هم میدونن که ابن الله نیست، فرزند خدا نیست. مسیحیان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر، به عنوان یک پیغمبر خدا بهش ایمان می آورند. یهودیان هم بهش ایمان می آورند. پس بهی مرجع ضمیر عیسی است، قبل موته هم مرجع ضمیر چیه؟ عیسی است. این تفسیر دوم. الله می فرماید و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. هیچ یک از اهل کتاب نیست که ایمان می آورد به عیسی قبل از موتش. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. روز قیامت عیسی بر اونها گواه میشه. عیسی گواه میشه که اینها ایمان آوردند. خب فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم. این اعاده لبعد العهد است. ببینید قبلا چند سبب ذکر شد از آیات گذشته که الله میفرماید فبما نقضهم و کفرهم و قتلهم الانبیاء. چندین سبب، به سبب نقض یهود، به سبب کفر یهود، به سبب قتل یهود که انبیاء را کشتن، به سبب کفر قولشان که گفته انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم الی آخره. الان دوباره همون اسباب را ذکر میکنه دیگه. فاصله که آمد دور شد، پس اعاده لبعد العهد است. فبظلم، الله می فرماید فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم. پس به سبب ظلم از سوی کسانی که یهودی شدند، حرمنا علیهم، ما حرام قرار دادیم بر آنان، طیبات احلت لهم، مالهای پاکیزه را که حلال قرار داده شده بود برای آنها. بسیاری از گوشت ها، بسیاری از چربی های حیوان برای یهود حرام بود. و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، بسبب صد آنها، جلوگیری آنها از راه خدا زیاد. یعنی خیلی چون از راه خدا جلوگیری میکردند و دیگه هم اعمال ننگین داشتن. اعمال دیگریشون چی بود؟ و اخذهم الربا، بسبب ربا خاریشان، ربا گرفتنشان، در حالی که وقد نهوا عنه، از این ربا باز داشته شدند. و همچنین بسبب اکلهم اموال الناس بالباطل، خوردن اونها مال مردم را به باطل. بسبب همه اینها حرمنا علیهم، جزا همونه. بسبب اینها ما حرام کردیم بسیاری از طیبات را، دین را بر اونها سخت قرار دادیم. این در دنیا است، نتیجه دنیوی. اما نتیجه اخروی، و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، ما برای کافران از آنان عذاب دردناک آماده کردیم، عذاب سخت آماده کردیم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون. این بشارت است. بسیاری از علماء اهل کتاب هستند که همه چیز را میدونند، از نظر علمی اتقان دارند، پختگی دارند، اونا ایمان هم می آورند. الله اونها را مدح می فرماید و پاداش نیک برایشون اعلام می فرماید. لكن الراسخون في العلم منهم، اما راسخان در علم از آنها، مثل عبدالله ابن سلام، مثل عدی ابن حاتم، مثل نجاشی، مثل بقیه علماء احبار و رهبانی ایمان آوردند. والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، مؤمنینی که ایمان می آورند به آنچه که نازل شده به سوی تو ای محمد رسول الله، یعنی قرآن، و ما انزل من قبلک، آن کتاب هایی که قبل از شما نازل شدن به اونها هم ایمان دارند. والمقیمین الصلاة، دو تا وصف خواندیم، یؤمنون بما انزل الیک، دیگه یؤمنون بما انزل من قبلک. این ایمان و اعتقاد است. بعد از ایمان و اعتقاد عمل است، وصف سوم. والمقیمین الصلاة،
و برپا کنندگان نماز هستند. وصف چهارم والمؤتون الزکات و الزکات میدهند. والمؤمنون بالله والیوم الاخر، مهمتر اینه که ایمان به مبدأ و به معاد دارند، ایمان به توحید دارند، ایمان به قیامت دارند. والمؤمنون بالله والیوم الاخر، این گروه را الله می فرماید اینها پاداششون چی هست؟ اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، این گروه را ما پاداش میدیم اجر عظیم. اجر عظیم را از خدای مهربان دریافت میکنند. انا اوحینا الیک کما اوحینا. ببینید بحث یهود است، اهل کتاب است. این آیه برمیگردد و متصل است با یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب چه خواسته ای داشتند از رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ که یک بار قرآن را نازل بکنی. چرا تدریجا؟ چرا کم کم؟ خدای تعالی در اینجا پاسخ میده، نام 11 تا از انبیا را ذکر میکنه، نام 11 تا از انبیا را ذکر میکنه که ما بر همه اینها وحی کردیم. وحیی که ما به سوی اینها کردیم وحی تدریجی بود، کم کم بود. و موسی علیه السلام میشه 12 تا. فقط به موسی تورات یک بار داده شد، اما تنها وحی بر موسی تورات نبود. به غیر از تورات احکام دیگری، دستورات دیگری خدا به موسی داد. اونها یک بار نبودند، بقیه وحی موسی تدریجی بودند. بقیه وحی بر موسی چی بود؟ یعنی به موسی هم کم کم ما وحی می کردیم، فقط تورات را یک جا دادیم. پس خدای تعالی می فرماید که ما همه انبیا را به این صورت وحی دادیم، نه اینکه تنها محمد صلی الله علیه و سلم است. ببینید انا اوحینا الیک، تفسیر قرطبی نوشته هذا متصل بقوله یسألک اهل الكتاب. این با یسألک اهل الكتاب متصل است که ان تنزل عليهم کتابا من السماء. اعلم الله تعالی الیه امر محمد که امر من تقدمه من الانبیاء. قرطبی در اینجا خداوند اعلام کرده که امر محمد صلی الله علیه وسلم مثل امر بقیه انبیاء است، فرقی ندارد. بقیه انبیاء هم بر اونها وحی آمده تدریجا. انجیل کم کم نازل شد، زبور داود کم کم نازل شد، صحف انبیاء کم کم نازل شد. بغیر از تورات بقیه صحف موسی هم کم کم نازل شدند. این قرطبی بود. تفسیر کبیر امام رازی نوشته فالله اجاب من هذه الشبهه. خداوند این شبهه را و این سوال اونها را جواب داد که بان هؤلاء الانبیاء الاثنی عشر، این انبیاء 12 تا که یکیشون موسی هست، 11 دیگه، کلهم کانوا انبیاء و رسول، همه نبی و رسول بودن. مع ان واحد منهم ما اتی بکتاب مثل تورات دفعه واحده، در حالی که هیچ یک از اونها مثل تورات کتاب دفعه واحده نیاوردند. بر همه وحی کم کم بود، تدریج بود. پس اون چی که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده روشی هست که بر همه انبیا به همین صورت نازل شده، چون که خداوند وحی را، احکام را، دستورات را بر اساس شرایط، بر اساس حوادث، بر اساس اتفاقات نازل می کرده. الله می فرماید انا اوحینا الیک، همانا ما وحی کردیم به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، کما اوحینا الی نوح، همان گونه که ما وحی کردیم به سوی نوح، و النبیین من بعده، همان گونه که وحی کردیم به سوی نبیین، یعنی تدریجا تدریجا، کم کم. و اوحینا الی ابراهیم، تخصیص بعد از تعمیم. اول گفت و النبیین، همه انبیا، الان یک به یک نام میگیرد.
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما وحی کردیم به همین صورت تدریجا به سوی ابراهیم، به سوی اسماعیل، به سوی اسحاق، به سوی یعقوب والاسباط و همچنین اولاد یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان. ما هم به عیسی، به ایوب، به یونس، به هارون، به سلیمان به همه وحی کردیم. و آتینا داوود زبورا و بالخصوص به داوود که زبور را دادیم، زبوری که شامل دعا بود، شامل ذکر و نیایش بود، اون هم کم کم دادیم. و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولی و پیامبرانی که ما تعریف کردیم بر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم قبل از این. و رسولا لم نقصصهم علیک و انبیایی که برای شما تعریف نکردیم، جریاناتشان را نگفتیم. خیلی از انبیا هستند ذکرشون تو قرآن نیست، الله بیان نکرده. همه این انبیا به همین صورت تدریجا وحی آمد. و کلم الله موسی تکلیما. الله تعالی کلام کرد با موسی، کلام کردنی یعنی کم کم کلام کردنی. کلام هم وحی هست، بس فقط تورات یک جا بود، بقیه تدریج بود. چرا شما مطالبه میکنید که محمد صلی الله علیه و سلم چیکار بکند؟ یک بار کتاب بیارد. همه انبیا کم کم آوردن. رسولا مبشرین و منذرین، ارسلنا مقدر است. ما فرستادیم رسول را، انبیا را فرستادیم در حالی که بشارت دهنده هستند و منذرین، ترساننده هستند. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. این حکمت ارسال رسول است. چرا پیغمبران را خدا می فرستد؟ تاکه نباشد برای مردم بر خدا حجتی، یعنی مردم دلیلی بهانه‌ای داشته نباشند بعد از رسول، فردا نگویند که ما نمیدونستیم. خدا انبیا را فرستاد تا عذر مردم گرفته بشه. و کان الله عزیزا حکیما. الله غالب است، کارهای خدا با حکمت است. خب همه انبیا را الله تعالی فرستاد، هم مژده دادند کسانی را که پذیرفتند و هم ترسانیدند کسانی را که نپذیرفتند. حال الله عزوجل میگه گواهی خود من خودم گواهی میدهم، گواهی من الله کفایت میکند. لکن الله یشهد بما انزل الیک. اما خدا گواهی میدهد، اگر اینها گواهی نمیدهند، اینها قبول نمیکنند، الله گواهی میدهد بما انزل الیک، آنچه که به سوی تو نازل کرده ای محمد. انزله بعلمه، الله با علمش نازل کرده، همه چیز را میداند. والملائکه یشهدون، و همچنین ملائکه گواهی میدهند. و کفا بالله شهیدا، الله کافی است از نظر گواه. الله که گواهی میده برای تو کافی است اینا قبول نکنند. تخویف اخروی برای اینهایی که گواهی نمیدهند، اینها در آخرت چه حالتی خواهند داشت؟ الله می فرماید ان الذين كفروا، بدون شک کسانی که کفر کردند، این ضلال است، یعنی خودشون گمراه شدند. و صدوا عن سبیل الله، و باز داشتن از راه خدا، این اضلال است، دیگران را نگذاشتن ایمان بیاورند. قد ضلوا ضلالا بعیدا، این نتیجه دنیا، اینها گمراه شدن گمراهی بدور از حق، بعیدا عن الحق، یعنی در دنیا اینها از حق فاصله دارند، قابل هدایت نیستند. در آخرت چی؟ ان الذين كفروا وظلموا، همانا کسانی که کفر کردند و ظلم کردند، کفروا ضلال، ظلموا اضلال، خودشان هم کفر کردند، دیگران را نگذاشتند ایمان بیاورند. لم یکن الله لیغفر لهم، الله می فرماید الله آنها را مغفرت نمی کند، ولا لیهدیهم طریقا، آنها را به راه هدایت و راهنمایی نمی کند، یعنی به راه بهشت منظور است. به راه بهشت راهنمایی نمی کند، کجا راهنماییشون می کند؟ الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا،
الله می فرماید مگر به راه جهنم اینها را راهنمایی میکنیم خالدین فیها ابدا همیشه در اون جهنم ماندگار میشوند و کان ذلک علی الله یسیرا این بر خدا آسان است که الله تعالی اونها را به سوی جهنم راهنمایی میکند یا ایها الناس ببینید این همه تخویف برای این بود که اینها به رسول الله کفر کردند اینها نپذیرفتن انکار کردن بعد از این تخویف الله ترغیب میده ای مردم این پیامبر آمده این پیامبری که از جانب الله است حق آورده به او ایمان بیاورید به نفعتون هست یا ایها الناس ای مردم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم همانا رسول آمده به حق آمده از جانب پروردگارتان آمده این الف لام عهد است کدوم رسول محمد رسول الله صلی الله علیه و فآمنوا خیرا لكم الله می فرما به او ایمان بیاورید خیرا لكم یعنی یکن خیرا لكم این ایمان آوردن خیر است برای شما به نفع شماست اما اگر ایمان نیاوردید و این تکفروا اگر شما ناسپاسی کردید کفر کردید خدا بی‌نیاز است فإن الله غنی عن ایمانکم یا چیزی شبیه این جزا هست مقدره اگر شما کفر کردید خدا به ایمان شما نیازی ندارد بی‌نیاز است ولی بدانید که فإن لله ما فی السماوات والارض همانا برای الله است تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است و کان الله علیما حکیما الله علیم هست همه چیز را میداند حکیم هست الله کارش با حکمت است لذا خدا میدوند چه فیصله بکند در حق شما یا اهل الكتاب اینجا خطاب به اهل کتاب است بعضی از علمای ما مثل حضرت شاه ولی الله رحمه الله میفرمای این خطاب فقط به مسیحیان است به نصارا است اما بعضی دیگه گفتن نه خطاب به مسیح نیست به اهل کتاب به یهود و نصارا هست چون شاه ولی الله میگه در باره عیسی فقط مسیحیان غلو میکردن اینجا بحث لا تغلو فی دینکم اما بقیه علما که شیخ رحمه الله هم اعتقادش همینه میگه نه یهود و نصارا غلو میکردند مسیحیان غلوشون این بود که عیسی علیه السلام را به جایگاه خدا قرار میدادند اما یهودیان درباره عیسی غلوشون این بود که عیسی را العیاذ بالله فرزند حرام میگفتند عیسی را میگفتند که فرزند زناست لذا هر دو را خدا میگه غلو نکنید یکی افراط یکی تفرید الله میفرماید یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ای اهل کتاب در دینتان غلو نکنید ببین تفسیر نصفی تفسیر مدارک امام نصفی نوشته یعنی لا تجاوزوا الحد غلو نکنید یعنی از حد نگذرید فعلت اليهود في حط المسيح عن منزلته فغلت اليهود یهود غلو کرد از حد گذشت که مسیح را حط کرد انداخت از منزلتش جایگاهی که عیسی مسیح داشت جایگاهش نبوت بود از منزلتش انداخت حتی قالوا انه ابن الزنا العیاذ بالله گفتن ابن الزنا هست این غلو یهود و غلط النصارى نصارا هم غلو کرد فی رفعه عن مقداره از مقداری که عیسی داشت بالاتر حیث جعلوه ابن الله اون را ابن الله قرار دادند ببین غلو در هر دو جهت مذمومه اگر ما بیایم بزرگان را اولیاء را انبیاء را ائمه را قبول داشته نباشیم کفر بکنیم اینم غلو است اگر از حدی که دارم بالاتر ببریم هم غلو است مثلا بگیم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به عنوان پیغمبر است باش محبت داشته باشیم ایمان داشته باشیم با
اصحاب اهل بیت سیدنا علی کرم الله وجهه باید محبت ایمان باشد. غلوف این است، یکی این است که نسبت به اینها انسان کفر کند، اینها را قبول داشته نباشد، توهین کند، همون کاری که یهودی ها نسبت به کی داشتن؟ به عیسی. و یک صورت دیگر غلوف که بعضی از مسلمانان هم متاسفانه دارند اینه که اینها را از جایگاهشون بالاتر ببریم، پیغمبر را جایگاه خدایی بدیم، به علی جایگاه خدایی بدیم، بگیم این در حد خداست، میتونه مشکلات ما را حل کنه. این هم غلوف است. پس ببین اینجا به هر دو گروه خدا میگه شما عیسی را از جایگاهش پایین نیارید، و به مسیحیان میگه شما از جایگاهش بالا نبرید، به حد خدا نرسونید. این افراط و تفرید کار را مشکل میکند. اعتدال و توسط خوبه. الله می فرماید یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم، ای اهل کتاب در دینتون غلو نکنید، ولا تقولوا علی الله الا الحق، بر خدا نگویید مگر حق بگویید. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، حقیقت عیسی این است که جزی نیست که مسیح عیسی ابن مریم است. عیسی ابن مریم نه ابن الله، فرزند مریم هست. و کلمته کلمه الله است. کلمه الله به این معنی که از کلمه کن به وجود بیا پیدا شده. القاها الی مریم و روح من، این حقیقت عیسی است. الله را القا کرد، یعنی اون کلمه را به وسیله جبرائیل به سوی مریم، و روح منه، و روحی بهش داد از جانب خودش. لذا شما فآمنوا بالله و رسوله، ای انسان ها، ای اهل کتاب، شما ایمان بیاورید به الله و به رسول الله، شما به پیامبران الله ایمان بیاورید. ولا تقولوا ثلاثه، شما نگویید ثلاثه. مسیحیان میگفتن ثلاثه، نه، سه تا خدا هستند، سومی عیسی هست، یکی الله هست، یکی جبرائیل است، یکی عیسی است. لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قرآن میگه اینها کفر کردن که گفتن خدا سومی هست از سه تا. لذا الله میگه قائل به تثلیث نباشید، قائل به سه خدا نباشید. ولا تقولوا ثلاثه، نگویید ثلاثه. انتهوا خیر لکم، الله می فرماید از این عقیده شرکیه، از این عقیده کفریه باز بیایید، خیر لکم، بهتر است برای شما. انما الله اله واحد، حقیقت این است که جزی نیست، الله اله واحد است، معبودی یگانه هست، هیچ معبودی بغیر از او لایق پرستش نیست. سبحانه ان یکون له ولد، الله می فرماید که پاک است این که برای او فرزندی باشد. ببین خداوند اینجا دو چیز را رد کرد، یکی رد عینیت، یکی رد ابنیت. بعضی از مسیحیان چندین گروه بودن، بعضی می گفتن که مسیح و عیسی یکی هست. لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، خدا همین مسیح هست. اینجا زمین نامش مسیح، اونجا آسمان نامش الله است. لذا الله می فرماید انما الله اله واحد، این همین عقیده را رد می کند که الله مسیح نیست، الله اله واحد است، مسیح بنده خداست. دوم بعضی از یهودیان میگفت، مسیحیان میگفتن که مسیح فرزند خداست، خود خدا نیست، فرزند خداست. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ابن الله میگفتن. لذا الله اینجا این گروه را رد میکند. سبحانه ان یکون له ولد، الله پاک است این که برای او فرزند باشد. الله بی‌نیاز است، چه نیازی دارد؟ ببین دلیل بی‌نیازیش، له ما فی السماوات و ما فی الارض،
فقط و فقط برای الله است تمام تصرفات آسمان ها و زمین، نه برای عیسی و نه مادرش. عیسی و مادر این تصرف را ندارد. و کفا بالله وکیلا، الله کافی هست از نظر اینکه کارساز شماست. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، خدای تعالی می فرماید که شما میگید که عیسی العیاذ بالله خداست. خود عیسی از این پروا ندارد، از این استنکاف ندارد، انکار نمی کند که بگه من بنده خدا هستم. شما از این استنکاف دارید، اعراض دارید. عیسی علیه السلام این را برای خودش افتخاری میداند که بنده خدا باشد. لذا الله میفرماید بنده خداست نه فرزند خدا. لن یستنکف المسیح، هرگز استنکاف نمی کند، یعنی روی گردانی و اعراض نمی کند عیسی مسیح ان یکون عبدا لله، این که بنده خدا باشد. ولا الملائکه المقربون، و نه ملائکه مقرب، فرشتگان هم اونها از به بندگی افتخار میکنند. اونطور که مشرکین میگویند دختران خدا هستند، نمیگویند اونها. و من یستنکف، الله میفرماید هر کسی استنکاف کند، هر کسی تکبر کند و روگردانی کند. و من یستنکف عن عبادته، هر کسی که از عبادت خدا استنکاف کند و یستکبر و تکبر کند، فسیحشرهم الیه جمیعا، ان قریب الله بسوی خود همه را جمع می کند، حشر می کند. وقتی که جمع می کند اونجا چه خبره؟ الان بشارت و تخویف هر دو. فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فیوفیهم اجورهم، کامل میده الله مزد و پاداششان را، و یزیدهم من فضل، از جانب خودش فضلش اضافه به اونها میده. و اما الذين استنكفوا واستكبروا، تخویف اخروی، اما کسانی که استنکاف میکنند، ابا میکنند از عبادت خدا، و استکبروا و تکبر میکنند، فیعذبهم عذابا الیما، الله آنها را عذاب میده، عذاب دردناک. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، الله می فرماید نمیابند برای خودشان بغیر از الله ولیا، هیچ حامی و هیچ نصرت کننده ای. پس ببینید خدای تعالی می فرماید عیسی برای خود عار نمیداند که بنده خدا باشد، افتخار میداند. عار نمیداند بلکه افتخار میداند. لذا شما درباره عیسی عقیده صحیح داشته باشید. یعنی چه؟ یعنی عیسی را بنده خدا بدانید نه فرزند خدا. حال بعد از جریان عیسی و حقیقت عیسی، الله تعالی ترغیب میده، دعوت میده به سوی ایمان آوردن به خداوند، به پیغمبر عظیم الشان، به قرآن کتاب خدا. الله می فرماید یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم برهان من ربکم، همانا برهانی آمده، یعنی قرآن دلیلی هست، مدرکی هست، برهانی آمده از جانب رب شما. و انزلنا الیکم نورا مبینا، ما فرو فرستادیم به سوی شما نور روشنی. نور روشن یعنی قرآن، هر تاریکی را روشن می کند، هر جا برای شما مشعل راه است. میدانید خط زندگیتون را بگیرید و به جلو بروید. اما باز هم انسان ها درباره قرآن و استقبال از قرآن متفاوتند. فاما الذين آمنوا بالله، اما کسانی که ایمان به خدا آوردند، و اعتصموا به، و چنگ بزنن به این قرآن، و چنگ بزنن به دین خدا، الله می فرماید
فسيدخلهم في رحمت منه و فضل. ان قریب الله آنها را داخل میکند در رحمت خودش و فضل خودش. و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، و راهنمایی میکند اونها را. و یهدیهم الیه، به سوی خودش، بر صراط مستقیم الله راهنماییش میکند. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله. ما بیشتر در این سوره امور انتظامیه خواندیم. از ابتدای سوره که شروع شد حق یتیم و موضوع ربا و بعد به آیه میراث رسیدیم. در آیه میراث 12 سورت خواندیم. اونجا خدمت شما عرض کردم که آخرین مسئله درباره کلاله بود. کلاله یعنی اون انسانی که چه مرد چه زن میمیرد اما پشت سر خود نه پدر و جد دارد، پدر و مادر و جد و جده دارد، نه فرو دارد، نه فرزند و اولاد و دختر و چیزی دارد، هیچی ندارد. چی دارد؟ یا برادر دارد یا خواهر دارد، یا برادران و خواهران دارد. این انسان کلاله گفته میشه که بمیرد و اصول و فرو نگذارد. اونجا ما خواندیم که اگر یکی داشت یک ششم بهش میرسد، خب یک برادر یا یک خواهر. اما اینجا میبینیم همون کلاله هست، متفاوت است. همونجا خدمت شما عرض کردم که اون کلاله کلاله‌ای هست که یک برادر خیفی دارد یا یک خواهر خیفی. خیفی این است که فقط از مادر برادرش هست، از مادر خواهرش هست، دیگه از پدر نیست. اون حکمش فرق میکنه تا اون برادر و خواهری که از پدر باشد یا از پدر و مادر باشد. یعنی حکم عینی اونه که از پدر و مادر است، برادر عینی. برادر علی اون است که فقط از پدر است. حکم این هر دو یکی هست، اما با اون یکی فرق می کند. حکم این چی هست؟ اینه که اگر کسی مرد، کلاله بود، فقط یک خواهر داشت، این خواهر نصف تمام زندگی و سرمایه‌اش را وارث میشه. همونطور که شما خوانده در آیه میراث، اگر کسی میمرد دختر داشت، یک دختر نصف مال را میبرد. لذا الله میفرماید یستفتونک قل الله یفتیکم، از شما فتوا میگیرند، بگو الله فتوا میده شما را درباره کلاله. کلاله خب کدوم کلاله؟ علامه آلوسی گفته والمراد بالاخت ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. کسی بمیرد و فرزند ندارد و فقط یک خواهر دارد، میگه المراد بالاخت الاخت من الابوین. مراد از خواهر اون خواهری است که از پدر و مادر باشد، و او الاب، یا اون خواهری که فقط چی هست؟ از پدر است. این هر دو یکی است. لان الاخت من الام، زیرا که اون خواهری که از مادر باشد فرضها از سدس، سهم او چقدر هست؟ یک ششم که شما خواندید و قد مر فی صدر سوره الکریمه روح المانی، در ابتدای این سوره کریمه گذشت. لذا الله می فرماید وله اخت، اگر انسانی مرد و یک خواهر داشت، عینی یا علی بنویسید، فلها نصف ما ترک، برای اون خواهر نصف متروک هست، نصف مال. و هو یرثها، اگر برعکس بود، یعنی خواهر مرد و برادری بجا گذاشت، یا برادر مرد و برادری بجا گذاشت، یعنی یک برادر است دیگه وارث ندارد، این برادر تمام مال را وارث میشه. و هو یرثها ان لم یکن لها ولد، این برادر وارث اون خواهر میشه اگر اون خواهر فرزند نداشت. این در صورتی که یک برادر مونده یا یک خواهر، اما بیشتر بودن. فان کانت اثنتین، اگر دوتا بودن یا بیشتر از دوتا،
فلهما الثلثان مما ترک، برای اونها 2 ثلث است، 2/3 از متروکه هست. و این کانوا اخوة رجالا و نساء، اگر چند تا برادر و چند تا خواهر یا یک برادر و 2 خواهر دارد، اون وقت کل مال به همین برادر و خواهر میرسه، اما با همون تفصیل که فللذکر مثل حظ الانثیین، به مرد 2 برابر میرسه. فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و ان کانوا اخوة، اگر برادران باشند رجالا مرد و نسان و زنان، یعنی برادران و خواهران مرد و زن باشند، فللذکر مثل حظ الانثیین، برای یک مرد سهم 2 تا زن میرسد، یک برادر سهم 2 خواهر میرسد. یبین الله لكم ان تضلوا، خداوند میفرماید الله برای شما احکام را بیان میکند تا گمراه نشید، تا که راه خدا را بگیرید. بعضی گفتن یبین الله لكم ان تضلوا، اینجا مضاف مقدر است، کراهت ان تضلوا، که مبادا شما گمراه بشید، از مکروه بودن و بیم این که گمراه بشید. بعضی گفتن نه، ان تضلوا لام مقدر است، لئلا تضلوا، تا گمراه نشید. والله بكل شيء علیم، خداوند به هر چیز علیم است. هر چی که احکام بیان میکند از روی علم است. شما به احکام خدا چنگ بزنید و عمل کنید. خب، سوره مبارکه نساء به پایان